و اخبرهم ان الجنه طیبت التربه و عذبت الماء. آگاه شو که سعی کنن که جنت بیاین. این جنت خاکش بوی مشک میکنه، آبش به حد شیرین و گوارا که آخه اون لذتی او عمر با دیگه از دهنت نمیره. و انها قیعان، اما آگاه شو که زمین جنت درخت نداره، همین زمین بدول و درخت های. و ان غراسها سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. انا اگم نونی هولکش اینمی سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله و الله اکبر. مردی مسلمان واقعی با عقل صالح در همین دنیا ایستاده فضل در جنت چه آباد میکنه، ذکر میکنی وقت آبادان میکنی. برای همین سعی کنی وقتی خالی را به همین ذکرها بگذرونه. همین ذکر را الحمدلله خورد بزرگ همه میدونیم که استغفر الله ایا کلمه زیبا استغفر الله. شاید یک کس بگه چیه استغفر الله کلمه است که خدا را خوش می‌آید شنیدنش. امام ابو داود روایت میکنه از حضرت عبدالله ابن عباس، میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باره به اصحاب تاکید کرد، گفت من لزم الاستغفار، هر کسی همین استغفار را بر خود واجب میگردونه، همیشه همین هر جایی که باشه کلمه استغفار هم میگه. من لزم الاستغفار جعله الله له من كل ضيق مخرجا و من كل هم فرجا و رزقه من حيث لا يحتسب. همین استغفرالله بگو، خداوند در هر تنگی برای تو یک شادی پیدا میکنه، در هر غم اندوه برای تو یک خوشی و یک نصرت و یک خرسندی را عطا میکنه و رزق روزی تا به رنگ میرسونه، از جای میرسونه که در یگان رستجات نیست. این استغفر الله استغفر الله. خشا به حال کسی که آموخته ای استغفر الله. حضرت ببینه پیامبر معصوم از جمیع گناه های، خداوند پیغمبروش معصوم داشتگی ای، یک طرفت العین گناه نمیکنن. اما حضرت ما و شما را میگه که استغفر الله فانی استغفره کل یوم 100 مره. طلب استغفار کنه از پروردگار، طلب استغفار کنه. من که پیغمبر خدا و حبیب خدا هستم هر روزه 100 مرتبه استغفر الله میگم. در روایت اومده است 70 مره، 70 مرتبه میگم. او پیغمبری که خدای تعالی بشارتش داده است که تو گناه نمیکنی، نه که حتی اگر بالفرض پریستاویم گناه هم کنی گناهات پیشکی بخشیدگی ای. در یه روز 100 بار استغفر الله میگفت است. ما خوش نداریم اقلا هم 33 بار بگیم. همین جای گپی بیهوده و بی معنی و مقصد همین لقلقی دنیا، این لقلقی دنیا ناشکریش تمام نمیشه واقعی. همین جایی که ششتی هم یادی خدا که ذکری خدا که این همین کلمه هایی را که هممون ای خوردی یاد بودودیان. خدا رحمت کنه و مسافد کمپیرکوی را که امروز گذشتیان رفتیان. عجب مردم صالح خوب هستند، عجب بنده های خوب صالح پروردگار بدیان. امروز دیگه ای که جو پدر وقتی نداره فرزند چه یاد بته. سبحان الله. اما به هر کس خدای تعالی نصیبش نمیگردونه آخی. همین کلمه را به کسی خدای تعالی نصیب میگردونه که با یک عملی خوب داشته باشه، دلش تازه باشه، او دل زنگار که بستگی باشه، این همش همین گپی بیهوده میتونه در گوشش. خدا رحمت کنه. حضرت مولوی را قصه میکنه، میگه مقری میخوان از روی کتاب ما اوکم غورن زی چشمه بند ما. فلسفی منطقی مستهان میگذشت از پیش مکتب آن زمان. در یک مکتب خانه یا سیم خانه قاری بچه سوره تبارک از یاد گفته است در پیش استادش. اما اخیران آیتش که قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. ای حبیبی من میگم با این مرد بگو که اخی همین به همین سرکشا و ابله خدای نکرده پگه اوتون خشک شوه او ای کجا میوری؟ همین او مگر پروردگار براتون نمیده؟ نعمت خدا نیسته؟ همین وقت میگه یا فیلسوف از پیش مکتب میگذشته است، چون که بشنید آیت او از ناپسند گفت آرم آبرام و با کلند.
با یک تمسخر پیسخند خونه سوخته را ببیده هیچی گم نه قاق کشید با بیل کلان میگیریم سکواژی میکنیم با اوامه بروریم گفت ما با زخمی بیل تیزی ای تبر آب رو آوریم از پستی زبر در کار شوه او ای پایان نسوس میزنیم کچت میکنیم با بلو را میبروریم همینطوری طعنه زده و مقصد چی کرده گذشت برفت مسخره کرده شب بخفت و دید او یک شیرمرد زد تپانچه هر دو چشمش کور کرد شب در خوابش دید که یه مردی خدا همین نزدش اومد یه شیری الله هم یه شپلاقش زد در همون خواب هر دو چشمش کور شید گفت زین دو چشمه شقی با تبر نور برارر صادقی خونه سوخته گفت ولی اوای اسمان همین دو چشمی خدت که او برار همین چشمی خدت که نور برار روز برجسته دو چشمش کور دی سهر خیز که حقیقتا چشم کور شیدیم همین اکه ای یوشو یاد ندارن که کلون سولو یاد دارن هستن آدمایی که دهناشو کجلشید برای اینم طریقه پای کفر با خدا قسم حالتهای شیده است که اخی دینا کی این کار کرده میتونه اخی روز اکسکواتر قطعه میکن کوش اکسکواتر شکست کورا بس کد زد بره نمیکنه میجا مرده کدوم آدمی تبرک خوبای همون تو همین روزای نزدیک اینمی راحتی که طرفی چی میره کو 92 قطعی اونم باری چی میگن همونجا را ای قرابولو بیو یا راحت سنی بولو میشه کو طرفی جاقشلوق میره و اونم 5 روز 92 انا همونجا یک شهید بود همین راهی ماشین کرده بودن همه اونه که اونجا بقی بود همین چیزا که به خدا قسم ما یاد داریم همین چیزا رو یاد داریم این کاری بازی نیست یک شریعت سهر خیلی چشما کوره و حضرت مولوی میگه گربین اولیدی و مستغفر شدی نوری رفته از کرم ظاهر شدی همین خونه سوخته اگر توبه میکرد رو به سوی خدا می آورد آخه خداوند به حد بزرگی که میره میبخشید ما هم چشماش بینا میکرد لیک استغفار هم در دست نیست مزد رحمت قسمی هر سرمست نیست اما خداوند او استغفرالله را به هر کس نصیب نمیگردونه زشتی اعمال شومی جحود راه توبه بر دل او بسته بود همین کارهای بد فسق فسادی که کرده است دلت به درجه زنگ زنونده که دیگه او حقیقت ای باطل فرق نمیکنه اگر به شرطی که همین دل که قلب پاکیزه و مصفا باشه ذکر کنی انشاءالله این نعمت پروردگار است آخرین حدیثی که در صحیح بخاری اومده است صحیح بخاری را میدونه این صحیح ترین کتاب بعد قرآن عظیم شاینه آخرین صحیحی که اولی در همین صحیح بخاری اومده است حدیثی والله اعلم رقمی 7563 روایت اومده است از حضرت ابو هریره که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان همین دو کلمه است که خداوند شنیدن این دو کلمه را دوست می‌دارد گفتنش به زبان بسیار آسان است یگون مشکل نداره و فرد روز قیامت در ترازوی اعمال به نهایت وزن گران داره سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم همون وقتهای ما خطیب بدیم میگفتیم همین رو بعد با مردم مراجعت میکردیم در نماز جمعه نه نماز پنجشنبه کو بچه‌ها کی میگه همون دو کلمه چیه وقتی بار اول گفتیم یگون کس جواب نگفت اما بعدتر الحمدلله دیگه در مسجد آدمی نبود که میره ندونه آدمی نبود که میره دیگه ندونه انا میره در خانه در پیش فرزنداتو بگین سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم اینقدر سبکای گفتنش یک بار در ذهن آدم میمونه خداوند شنیدنش دوست می‌داشته است فردا روز قیامت در ترازوی اعمال اینقدر وزن گران داشته است همین لقلق گپی بیهوده را نمی ذکر کنی همیشه هر وقت باشه انشالله به درگاه پروردگار مقبوله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ولی بعضا میگم چی با همون بزرگایی که ملتی ما داشت امروز دیگه نیستن و برای که او لقمش و حلال و پاکیزه بود از چیز حرام و شبهناک پرهیز میکردن حضرت رو
متاسفانه استا همه چیزو از بین رفته است. سبحان الله. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه صحابی پیامبر بار نزدش آمد، گفت یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی مستجاب دعوه. یا رسول الله گفت دعا کن که خدای بزرگ مرا مستجاب دعوه کنه، که هر دعایی کردم اجابت شود پیش پروردگار. حضرت گفت یا سعد اطیب مطعمک تکون مستجاب دعوه. یا سعد گفت همین لقمت حلال کن به شک مستجاب دعوه میشه. به شرط همین لقمت حلال باشه انشالله هیچ جای شک شبهه نیست که مستجاب دعوه میشه. بعد حضرت سوگند یاد کرد، پیغمبری که احتیاج به قسم نداره، پیغمبری که سخنش قانون بود، صادق و مصدوق است، گفت والذی نفس محمد بیده، قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست، این العبد لیقذف لقمة الحرام فی جوفه ما یتقبل منه عمل 40 یوما. هر بنده که میگه همین یه لقمه حرام میگیره فرو میبره، تا 40 روز خدای تعالی طاعت و عبادات چه قبول نمیکنه. این معنی او را نداره که 40 روز باید نماز نخونه و روزه نگیره و عبادت نکنه. نه، مرده میکنی، مکلف هستی، اما همو در پیش پروردگار قدر نداره، اجر نداره. این همی رنگی چهارمغزی به مغز، چهارمغزی پوچی به مغز گویا وقتی لقمه حرام بخوری. و ایما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار اولا به. و هر بنده ای که همه گوشت چرب روغنی بدنش از حساب حرام، از حساب ربا ای، او میگه مستحق آتش جهنم ای، در آتش جهنم سوزانده میشه. و حضرت سعد ابن ابی وقاص هم خدا رحمت مغفرتش کنه، همین خیل وصیت پیامبر قطع عمل کرد، چیزی شبهناک حتی دست دراز نمیکرد، حراموس بسته. بعضی چیزی هست که اندک کمی شبهه میشید، حضرت دستش دراز نمیکرد. بعد حضرت میگه در حقش دعا کرد که خدایا همین سعد ابن ابی وقاص مستجاب دعوه بگردان. به شرافت دعای پیغمبر و به شرافت پرهیز که داشت که همین سعی میکرد که لقمه حلال و پاکیزه بخوره، مستجاب دعوه شید. تا به حدی که دعا میکرده است دعاش اجابت میشید است، دیگه همون رئیسا و امیرا میترسیدن از سعد ابن ابی وقاص. حتی امام حکیم در المستدرکش روایت آورده است، از ابو حازم مسروی همین روایت، بوره میگه در نزد بازار مدینه منوره یک مرد، یک عملدار دولتی بالای اسب سوار، میگه حضرت علی ابن ابی طالب دشت معقولت کرده است. مردمی بسیار جمع شدیانه، یا تاش جرأت نمیکنه که بگه که یک خونه سوخته و تو اول در یک حوزه برخته نگاه که شکل صورت اخته تا چه نام علی را خجاله به زبان گرفتن، چی جرأت نمونده است. دیگه مردم هم قرپکی و ترسان شدیان که برای گفتن گپ حق، برای پشتیبانی یا صحابی پیغمبر جرأت ندارن. همین وقت میگه حضرت سعد میگه نزدیکش، ای بزرگ اومده است، حالا که سین سالش به جای رسیده است، سین سال کبار ده میگه. گفت این کی است؟ گفتن این هم یک مردی ناشناس نشناختیمش، حضرت علی را نشناخت داده است. حقیقی این مردک مکتب محمدی را گذشته است. این مردمی که ترسو بودن یا پیغمبر را ندیده بودن، این اصلای بعدی هست. اما حضرت این مکتب محمدی را گذشته است. این شخصی است که در رکاب پیامبر صلی الله علیه و سلم با دشمنای اسلام جنگیده است. میگه اومد همین تا به یک جرأت جسارت نزد همین مرد از لجام اسبش قپید، گفت یا هذا علی ما تشتم علی ابن ابی طالب، اب خانه سوخته بدبخت، تو چرا گفت علی پسر ابو طالب دشنام میتی؟ علم یکن اعلم الناس، آیا علی از عالمترین مردم نبود در اصل خودش؟ علم یکن اسحد الناس، آیا حضرت علی از زاهدترین مردم نبود؟ علم یکن ختن رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ابنته، مگر علی داماد
پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود؟ علم یکن صاحب رایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی غزواتی، مگر حضرت علی پرچم بردار پیغمبر نبود در جنگو؟ حضرت به دست خودش داده، علی پیش پیش میرفت. بعدا میگه لجام سر داده، روش طرف قبله کرد، دستو را برداشت به دعا گفت اللهم این هذا یشتم ولیا من اولیایک. پروردگارا گفت همین ملعون یک دوستی از دوستای تو را دشنام و حقارت کرده است و این مردمی بی غیرتی ترسو تماشا دارند. فلا تفرق هذا الجمع حتی تریهم قدرتک. پیش از او که این مردم پراکنده شوند، پروردگار یک قدرت نشان شده. همین وقت میگه اسب تورید، به امر پروردگار سواره را که دنگل کرد، ایبولای اسب اومد، هم یک خرسنگ به دست همونجا سرش زد، مغزای سرش انت چوشید هر طرف در پیش چشم مردم. همه دیدن و خمیرا دیگه این گپا مردم میدونستن. بعضا میگه یکون ظلم میشیده است با مردم از جانب همین ولیای مدینه. نزد حضرت سعد ابن ابی وقاص می اومدن که یا سعد بدات منبر است، این میرفته است. پیش مروان ابن حکم هم رفتگی های، پیش دیگر نماینده های همین مقصد که بنی امیه را رفتگی های. بعد یا که مروان ابن حکم از مدینه رفت که چرا بر مردم مسلمان ظلم میکنی؟ دیگه می اومدن همین دستاش همین قپیدی هم بوسه میکردن که دعای بد نکن، خوز این مسئله را حل میکنی و التماس دعای بد نکن. تو همین درجه را از دعاش میترسیدن. افسوس و صد افسوس که دیگه آخی لقمه پاکیزه و توزه نمونده است. دیگه دعاها اجابت نمیشوند. هم یکی از شرط های اجابت دعا همین های. برای حضرت صلی الله علیه وسلم گفت من اکل طیبا دخل الجنه. کسی سعی میکنه که همیشه لقمش تازه و پاکیزه و آزاده باشه، این آدم داخل جنت میشود. خیلی مرده که در کار که به همین چیز حلال اکتفا کنه و به حرام میل نکنه. گر کاسه دوغ خیش باشد پیشم، والله کسی انگوبین کس دندیشم. گر بی برگی به مرگ مالد گوشم، آزادی را به بندگی نفروشم. میگه حضرت مولوی روم. من اکل طیبا، کسی که طعام حلال میخوره، لقمه حلال جستجو میکنه و عمل فی سنه، به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی و عمل میکنه، داخل جنت میشه. سبحان الله. ما و شما در یک محفل سنتی اشتراک داریم. اصلا ولیمه، محفل ولیمه توی ازدواج فرزند، این محفل سنتی است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است اولین ولو بشاه، اگر هیچ رنگی نداشته باشی همین یک گوسپند بکشو ولیمه فرزند انجام بده. الحمدلله اهل این خاندان امروز به سنت دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم این محفل معرکه را برگزار کرده است. خشا به حال شد، خداوند برکت شد و پروردگار خواهرچه ما را بخت اقبال بده. اگر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این است که وقتی که فرزند را گسل میکنیم نصیحتش کنیم، حتما نصیحت کنیم بچه‌ها. باور کنید همین وقتای اخیر مردم دیگه همین محفل نکاح میشه و وقتی ازدواج فرزندان میشه در تشویش تردد میغلطن. همین پرابلم ها زمانی پیش اندک بود، بسیار کم بود، ولی به حد زیاد شده است. اکثر زندگی ها را میبینه که هم در سال اول علاقه پوش میکنه. علتش چیه؟ متاسفانه از همین سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دور ماندن این امت. متاسفانه از پند نصیحت غافل فارغ ماندن پسرها و دخترها نمیدونن. حق حقوقی را که خداوند در ذمه شو گذاشته است، حق حقوقی را که پیغمبر بیان کرده است، متاسفانه رعایت نمیکنه، در حق همدیگر ظلم میکنه. اگر به خدا قسم به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم همین جوان و دختر زندگی کنند، یقین است که انشالله زندگیشو زندگی شیرین و گوارا میگذره. یقین است که انشالله خدای تعالی فرزندای خوب و صالح براشو نصیب و روزی میگردونه. سبحان الله. مرد بود با نام معاویه ابن حیده قشیری نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد، گفت یا رسول الله ما تقول فی نسائنا،
ای حبیبی الله گفت در حق همین زنهای ما چی میگوی؟ اگه این معاویه تازه مسلمان بود نه اسلام قبول کرده است. در زمان جاهلیت این زن اصلا یک کلا بود، یک توار بود، هیچ قدر نداشت، هیچ حق نداشت. گفت همین زنکو یکون حق دارن در زیما بود. حضرت گفت بله، اطعمهن مما تاکلون، چیزی که میخوره برای زن و برای خانواده‌تون هم آماده میکنه. و اکسوهن مما تکتسون، خودت میخوای لباسی تازه و آزاده داشته باشی، برای خانواده‌ت هم لباسی تازه و آزاده و سنتی باید که آماده کنی. ولا تضریبهن، زنها را لا تکوب نکنی. ولا تقبحهن، زنها را دشنام و حقارت نتین. فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن فی المضاجع، اگر مبادا خوف بوده که همین زنها گپ گردانی میکنه گوش نمیکنه، برای شما رخصت میتونه که یک چند روز همین هم با شاری ها میگن که زیادی بد نشوه، 3 روز زیاد نشوه، جوگای خودتونه جوگای خوشه ترک کنی، میتونه که دورتر بستی. سبحان الله. اینا ببینه حضرت نگفت است که بزنه شو، نگفت است دشت و حقارت کنی، برعکس من کرده است امت را. و مردینه که زنک حقارت نکرد، زنک جرأت میکنه که حقارتش کنه. یک کس میگه که دوملو همین زنک میگه که در دهنت فلان، تو چیش میگوی؟ کیوتری میگه اکو پروستاتک نمیخیزه بگه که در دهنت فلان. البته میگوی که پدرت فلان کرده، خیلی دختری بناموس باشه مجبوره یا خیلی بگه که در دهنت فلان، چی بگه دیگه بیچاره؟ ای دوادی کردن در کار نیست توی درجه را. بخدا دیگه محفل شدگی من تری سواسید گفتم همین خیلی مردکم، تو مردکی او را زنکای. بخدا قسم زنوی هستن که قدر منزله شو ای 1000 توری مردک در پیش پروردگار بالاتر هستن. پیش خدای تعالی قیمت داره و قدر داره. حضرت شیخ عطار میگه در حق همین بیبی ربیعه ادویه، او نه یک زن بود بل 100 مرد بود، از قدم تا فرق عینی درد بود. او را میگه با چشم کم میگه نکنه بیبی ربیعه زنک بود، او 800 مرده که به غیرت به همت به ناموس بود. خیلی زنک بنده الله های در میان زنک ها اینقدر اولیاء الله زیاد هستند، زنایی هستند که به خدا قسم غیرت و همت شو ای مردک در خیلی بالاتر های. ترا که حق داده است که دشنام حقارتش کنی؟ او را که بنده خدا بده است. سبحان الله. حضرت شیخ سعدی میگه زنان رو به عذر معین که هست زی طاعت بدارن گهگاه دست. زنکا یا عذرک دارن، عذر طبیعی، وقتی که حالت حیض شو میشوه یا وقتی که فرزند تولد میکنن در نفاس قرار میگیرن، یک چند وقت از طاعت عبادت دورتر میشینن، نماز نمیخونن. اگر ماه شریف رمضان باشه روزه را میخورن، البته بعدتر بعد روزه را قضاش هم میدورن، اینه که نماز به همین ساقط میشوه. تو به عذر یک سه نشینی چه زن، روی کم زیزن لافی مردی مزن. اما تو خانوابات عذر نداری، به عذر رنگی زنکو باری یک سه میشینی، تو چه دعوای مردکی داری؟ تو لافی مردی نزن. زنانی که طاعت برغبت برن زی مردان ناپارسا برترن. همین زنکایی که طاعت خدای تعالی را برغبت انجام میتن درجه و منزلت چو 1000 مرتبه این مردای بی غیرت بی همت بی تقوا را بالاتر و بالاتر. اگر خدا و رسول تصور کنه که مرد نشنام حقارت نکنه، مرد لط کوب نکنه، مرد حقی زنک بشناسه، گشنه و تشنش نمونه، لچ برهنش نمونه، با جای خود تأمینش کنه، کدام زنک از زندگیش بیزار میشوه و مینت شنه و ینگه و کیلن خاک بلا میشوه خونه پدرش میروه نمیروه. یک کمبودی دیگر همی است که امروز دیگر متاسفانه مادرها بیبی ها همون فونکسیایی را که این نظر شریعت باید اجرا کنن نمیکنن، دخترها را نصیحت نمیکنن. و خیر ریش سفیدو همش میدونن چه زندگی بدم دوره سویتی دارم، چی نصیحت ها بود. بچم سرک در خم بگی پگت خودت خشتومند میشه. امروز تو خشتومند تا احترام که پگه ای کیلنت احترام میبینی، ای فرزندت احترام میبینی.
او سری خم شمشیر نمیبره. این گپو کجا شده است دام خدا؟ نیست همین تعلیمات. او بچم شوهر وقتی دختر که شوهر کرد، حقی شوهر از حقی پدر و مادرش بالا میشود. تو زمانی که شوهری مسلمان اعتراض ریزو نشود، خدا اعتراضی نمیشود. تو دام خدا همین نصیحت ها کجا شده است؟ اگر باشه باور کنه اینقدر خانه ویرانی و اینقدر بی سر و سامانی نمیشود دیگه در جامعه. افسوس که به دست خود میکنیم این کارو را. انمی زندگی کردن طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از عنصراش همیه. و عمل فی سنه، کسی که به سنت عمل میکنه، خوب در زندگیش در معاشرت و مناسبت با زوجش باشه و با حق همسایه باشه، خوب به مردم دیگر باشه، انشالله وعده پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم این شخص جنتیه. و نهایت سوم درجه را حضرت بیان کرده است. و امین الناس بوایق، یعنی کسی که ظالم نیست، کسی که مردم از ظلم جوری اون ناله نمیکنن، از دستش فیغا نمیکشن. الله اکبر. افسوس صد افسوس که دیگه او زمانه گذشت که همسایه نزدیک خیش تباری دور بهتره میگفتن. دیگه همسایه با همسایه سگ پشک. با دورهای پیش اونم دورهای شوروی در هم قانون سخت بود، بسیاری همی رزبارو را خیچو حل میکردن، حوزی اندک کرده در سود پروکراتورا مراجعت میکنن، کشکش سودی و پروکراتورا. آخی با همسایه بعدا با ممکن که با آشتی کنی، نه که دیگه او معامله و او محبت پیشینه را برقرار کردن نمیشوه. چون رشته گس است میتوان بست، لیکن به میان گره بماند. رشته کندگی را ایسر بو میگیری حفظ میکنی، لیکن هم هر وقتی که دست آوردی هم گریهک دتای چلیکت میویا. هی امی خونه آباد یا وقت دیل ما اوزار داده بود، دیل ما اوزار داده بود، همون خیلی اوکی. و خدا قسم همین روز یک از زنگ زد، یک آدم خوب گفت هم دو در چپ یاده سخنی قبیح هم گفت، سخنای بیزیب هم گفت، من در حقش خدمت کردم گفت، هم دو در هم گفت سخنای قبیح گفت. خیلی که امروز شاید پشیمون هم شیده باشد دیگه، میویا خونه میویا، مقصد که قطیش سلام علیک هستی معامله دارم، نه که همین دیلم سیاهی همون آدم قطعی نمیخواهم در یه جا بشینم، میل محبت ندارم به همون آدم. اینا بی همون چیزا میمونه. آخی زخمی شمشیر میروه، زخمی زمان میمونه. ولی سعی کردن در که مردم آزار نباشن. مردی هسته که حق همسایه ها از او امین باشن. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمانی حقیقی شخصی را میگن که دیگر مسلمان ها از دست زبانی او آزار نبینن. و امین الناس بوایق، مردکی خوب باشه، صالح باشه، خدا ترس باشه، سعی کنه که به مردم زیان و ضررش نرسه. آخه انشالله این آدم جنتیه. در حق یک حیوان وقت شخص خیر نیکی و احسان میکنه، خداوند همین را با رحمتش گرفتار میکنه، همین را فراموش نمیکنه. همین کارشا چی برسه به یک انسان که یک انسان دستگیری کردی. حدیث امام بخاری است، حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکنه که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود: المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، لا یظلمه ولا یسلمه. مادام که برادر شای در حق یارم برادر اسلامیش ظلم نمیکنه. ولا یسلمه ای لا یترکه مع من یعاده من اعدائه. حتی اگر بینه که به هم برادر مسلمانش یگون زیان و ضرر رسیده است، دشمنو آزارش دادستیان، به خاطر هم برادر میخیزه در پهلوش میسته، نمیگذاره که دیگرها آزارش بتن. انا ایره اسلام و مسلمانی میگن. من کان فی حاجت اخیه کان الله تعالی فی حاجته. کسی یک حاجت برادر مسلمانی خودش میبره در حالت تنگی و مشکلی، خداوند بزرگ میگه حاجتای ایره روا میکنه. خدای کارساز حاجت برار. و من فرج عن مسلم کربتن فرج الله عنه کربتن من کربات یوم القیامه. کسی یک غم و مصیبتی برادر را به خرسندی مبدل میگردونه، یک برادر را کمک میکنه، دستگیری میکنه، خداوند فردا روز قیامت انم غم و مصیبت های روز قیامت چه به خشی و به خرسندی مبدل میکنه.
دوزخش به جنت مبدل میکشد. و من ستر مسلما ستره الله تعالی. کسی یک مسلمان را ستر میکنه، شاید جستجوش میکنن پنهانش میکنن، عیبکاش آشکار نمیکنه، خدای تعالی میگه فردا روز قیامت گناههای بنده را ستر میکنه. الله اکبر. این بچه همین رسوگی و روسیاییش دست که همسایه ای همسایه میترسه که این خونه سوخته بزای، ملا ای ملا میترسه که این خونه سوخته بزای، حاجی ای حاجی میترسه که این خونه سوخته بزای. دیگه اعتماد نمونده است، باوری نمونده است. و همین جور و ظلم نیست. ای چیه خشو به حال کسی که در وقت زنده بودنش هم کسی را در پیشش گفتی بگه خدا نگهبانش باشه، مردی خدا ای، مردی مسلمان ای. ولی این بهادر یک عجیب سخنی گفت مسلمانم، همه آدم مسلمان بود. خیلی گفت به خدا قسم، یعنی آدمی با انصاف بود، آدمی خدا ترس بود، آدمی بود که حق دیگران را چشم علا نمیکرد، آدمی بود که سعی میکرد ظلم زیانش به دیگران نرسه. و بعد اگر مرده باشم میگن خدا رحمتش کنه که هم مردک بود. حقیقتا هیگید بدست مردک بدست. اما کسی هر صفات را داشته باشه بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، داخل جنت میگرد. سبحان الله. ببینید حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم او پیغمبر خدا جامعه علوم ظاهر و باطن. وقتی صحابی گفت که یا رسول الله این هذا اليوم فی الناس لکثیر، او این کار مشکل نبوده است، همه این کار میتونن، امروز در بین جامعه زیاد این کار دیده میشود. حضرت گفت فسیکون فی قرون بعدی، این در قرن عصرهای بعدی من میشود. شاید همین قرن عصرهای ما را در نظر داشته باشد. اما که بیاییم سعی کنیم که طرز ما زندگی و رفتار داشته باشیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از ما خشنود بگردد، طرز زندگی و رفتار داشته باشیم که انشاءالله طبق بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم فردا روز قیامت خداوند متعال با وجود آنکه کمبودی و نقصان زیاد داریم داخل جنت ما بگردانم. پروردگار محفل خیر مبارک بگردان. واقعا امروز یک محفل سنتی برگزار شده است. پروردگار فرزند این خاندان بخت اقبال بده، بینش و بین شوهرش، بین شوهر شوندش الفت و مودت محبت اسلامی را برقرار بساز. خداوند از دامانش فرزندای خوب صالح عالم قاری و محب به دنیا بیار. پروردگار بلا و آفات و ویروسا را از ملک نازنین ما دور گردان. خداوند در این مساجد برامون باز کن تا با جماعات در خانه های بزرگ نماز ادا کنیم، تا برکت در ملک سرزمین ما زیاد شود. خداوند شرکت کنندگان این محفل خیر از جمیع بلا و گزند و حفظ کن. به همین خیر روزای سعادت و خوشبختی، روزی توی ازدواج فرزندان و نوه‌هاش برسان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین.